بعد از نشر خبر حکم اخراج شهروند 35 ساله تاجیکستان رستم زمانوف از روسیه، نزدیکان این مهاجر تاجیک به پایگاه خبری بامداد در تماس شده ادعای ریاست فسب جمهوری باشقردستان درباره گویا از حزب در تاجیکستان فعلا ممنوع نهضت اسلامی همدستی کردن رستم زمانوف تهمت است. خدمات مطبوعات مشترک دادگاه باشقردستان اخیراً خبر داد که روز 19 می سال 2021 دادگاه نویه کلینین شهر اوفا یک شهروند 35 ساله تاجیکستان را برای ویران کردن قاعده های بود و باش 2000 روبل جریمه بسته حکم اخراجش از روسیه را برآورد. این منبع با استناد به اطلاعیه ریاست فسب باشقردستان خبر داد که مقامات امنیتی این مرد تاجیک را با همدستی با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز گناهکار میکنند. نزدیکان رستم زمانوف به بامداد گفتند که او از این حکم اخراج به دادگاه عالی باشقردستان شکایت برده است. رستم زمانوف زاده دهه چارکوی ایسار بوده سالهای طولانی در اوفا کار میکند. او و برادرش در بازار اوفا میوه و سبزیجات سودا میکنند. او به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگان ربط نداشت، ولی تهمتش زدند تا که اخراجش آسان‌تر شود، گفت یکی از نزدیکان او. چند وقت پیش از این برادر رستم را هم از اوفا به تاجیکستان اخراج کردند، ولی آن وقت به اخراج رستم نائل شدن نتوانستند. او چند وقت در بازداشت قرار داشت ولی آزاد شد. رستم زمانوف فعلا در اوفا دیگر باره در همان بازداشتگاه مهاجرانی که حکم اخراجشان از روسیه صادر شده است قرار دارد. قبلا نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم گفتند که درباره رستم زمانوف و فعالیت‌هایش برای این حزب چیزی نمیدانند. بعد آنکه فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان در سال 2015 منع شد، رهبران حزب اظهار داشتند که به خاطر امنیت اعضا و طرفدارانش تمام فعالیت‌هایشان را در داخل تاجیکستان و کشورهای اسنگ قطع می‌کنند. با این وجود در سالهای آخر ده‌ها نفر از طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر گروه‌های اپوزیسیونی تاجیک در کشورهای اسنگ بیشتر از همه در روسیه دستگیر و به تاجیکستان سپرده می‌شوند.